سرخط مهمترین خبرها: دادستانی گفت 14,000 گکتار زمین را به حالت اول برگرداندند. اعتراض قریب 1000 نفر در داغستان به پرواز از اسرائیل و درگذشت دختری در ایران که برای بدحجابی گمانبر بود. درود بینندگان عزیز و هفته نوتان بخیر باشد. برنامه نوید بامدادی است که از استودیو دوشنبگی رادیوی آزادی تقدیمتان می شود. دادستانی کلی تاجیکستان میگوید سال روان با دخالت دادستانها بیش از 14,000 گکتار زمین در تاجیکستان به حالت اول برگردانده شده است. این آمار در جلسه جنبشی دادستانی کل صدا داد، اما مقامات نگفتند که این 14,000 گکتار زمین در کدام منطقه کشور بود. مشکل زمین و قانونشکنی در این سمت یک از مسئله های نگران کننده برای مقامات باقی میماند. مقامات میگویند که ساکنان در برخی منطقه ها به خصوص در اطراف دوشنبه غیر قانونی منزل میسازند. ساکنان در بعضی حالات گفتند که برای ساختن منزل اجازه‌نامه حکومت‌های محلی را گرفته بودند. شام 29 اکتبر در اعتراض به پرواز از شهر تل اویو اسرائیل قریب 1000 نفر در فرودگاه مخچقلعه داغستان جمع شدند. به نوشته کاوکاز ریالی، ناراضیان زوراً به داخل بینه فرودگاه درآمده مسافران از اسرائیل آمده را جستجو می‌کردند. قبلا در شبکه‌های اجتماعی از ساکنان دعوت شد که برای ورود مسافران خط‌سیر از تل اویو به شهر اجازه ندهند. پرواز شرکت رد ساعت 19:17 به وقت محلی به فرودگاه مخچقلعه نشست. به نوشته تلگرام کانال بازا، کارمندان نیروهای ویژه آمان هم به فرودگاه آمدند. تظاهرگران در دست پرچم فلسطین را داشتند. آنها اول در بیرون فرودگاه ایستاده شناسنامه نفرانی را که بیرون می‌شدند تفتیش می‌کردند و بعداً وارد میدان هوایی و اتاق کارمندان فرودگاه شدند. بعد جنگ نو میان حماس و اسرائیل و به خصوص ترکش در بیمارستان غزه، ناراضگی علیه اسرائیل در میان مسلمانان زیاد شد. قبلا نیز در چندین کشورهای اسلامی ساکنان علیه اسرائیل تظاهرات برگزار کردند. در همین حال جنگ میان حماس و اسرائیل همچنان ادامه دارد. اسرائیل خبر داد که تعداد نیروها در مرزبانوار غزه را بیشتر کرده و ده‌ها موضع در غزه ضربه‌های هوایی زده است. ارتش اسرائیل میگوید به موقع گروه حماس حمله کرده است، اما این گروه حاکم در غزه میگوید ساکنان ملکی در این حمله ها کشته می شوند. در پی افزایش اعتراض ها از مرگ غیر نظامیان در غزه، جیک سالیوان، مشاور امنیت ملی آمریکا، روز 29 اکتبر گفت اسرائیل عهدهدار است جان مردم بیگناه را حفظ کند. با افزایش شمار کشته شده ها در غزه، فشارها به مأموریت جو بایدن هم بیشتر می شود تا ثابت کند که پشتیبانی او از اسرائیل به معنی حمایت از کردارهای همپیمانش علیه ساکنان آسایش‌ده در غزه نیست. سالیوان در مصاحبه‌های تلویزیونی خود گفت واشنگتن با چندین سوال مهم مرکب از جمله در مسئله مربوط به کمک بشری و فرق تروریستان از مردم بیگناه غیر نظامی به اسرائیل مراجعت کرده است. در همین حال خبرها می‌رسند که نیروهای حماس با ارتش اسرائیل در شمال غزه درگیر شدند. شماره فوتیده‌ها در صدمه کانی انگشت قزاقستان به 45 نفر رسید. در این باره بنگاه خبر 24 با تکیه به مقامات قزاقستان خبر داده است. با گفته مقامات قزاق، جستجوی کارگران از زیر خرابه‌ها ادامه دارد، هرچند امکان زنده پیدا شدن نفر تقریبا غیر ممکن شده است. شب 27 و 28 اکتبر در کان انگشت به نام کاستنکو در ولایت قرغنده سوختار و بعد چند ترکش شدید به عمل آمد. ارسلور میتال تیمرتاو، مالک کان انگشت، گفت حادثه بر اثر ترکش گاز متن سر زده است. بنا به اطلاع این شرکت زمان حادثه 252 نفر در کان کار می‌کردند. قاسم جمعت توقیف رئیس جمهوری قزاقستان 29 اکتبر را روز ماتم ملی اعلان کرد. رئیس جمهوری تاجیکستان امامعلی رحمان به همتای قزاق خود در رابطه با این حادثه برقی تسلیت فرستاده است. بانک ملی تاجیکستان گزارش داده است که فایز میانه قرض‌ها با پول ملی سامانی در ماه ینور سپتامبر امسال 23.27% را تشکیل داده است. معیار فایز قرض برای ایپوتک باشد قریب 21% بوده است. سامانه‌های بانک‌های تاجیکستان و شبکه‌های اجتماعی پر از اعلان‌ها درباره قرض دادن است. نظرها در جامعه تاجیکستان به این موضوع گوناگون است. حالا بیایید همراه می‌بینیم که ساکنان در ولایت ختلان به موضوع قرض و قرضگیری چی نظر دارند. قرض میشه یک رو آدم میتونه به قرض بشه بده. مثلا زندگی شرطش سوزه یخش میبرن یخش به قرض نمیتونه. قرض نگیری کار میکنی مثلا. کار کردن در کار. چی کم میشه؟ نه خیلی کار ندارم کم میشه. کار میکنی قرض نمیگیری کار میکنی. زندگی هم خیلی وزینه که به قرض نمیشه. زندگیم در زندگی قرض میشه که حیوان قرض نیست.
альбом қаз нагирифтем. Хеш тавор ягон чинос мехтем. زندگی بعضی وقت خرج میکنه، بعضی وقت با کار میکنه، با سنویش میکنه شد. یکی مخفیه، مثلا هر روز میره میگی رفیقایی که هم کار میکنه ساختمانچی ای بانکو اگر کارش میگیری تا 5 تا روز درود میرسه. شغلانه بچه ها البته شغلانه بچه ها خیلی کار میکنن بیارن بخبه همین خیلی یکم شابلا و امر خدا قرضا میسیم 100%. در کارم نشیده و در کارم شود خیلی پسندم که میارم. من بگوش کردم من 64 هستم یکم کس قرضدار نیستم. فهمیدی؟ به خبز نمیدستم خدا بشه. خدا من یکم کس قرضدار نیستم. شکر همین چند خیلی خداوند بوده است. فهمیدی؟ اما وقت چیکار دارم نیستم پکر. او قرض بگیرم ماشین میگیره یکم چی دیگه میگیره فرستم میگیره. بعد ماشین در کردم روز خدا سلامتی میگیرم. و باشتر بودم چه؟ مثلا اگر 20 میلیون کلون باز فرسته بود اگر میگی. این کار بالا ایشون بالا خودم خدا را شکر معاش میرسونیم. فهمیدی؟ نه به خاطر پیش نمیرم. اگه مشکلی دارن که او خرج میکنن. این زندگیه که یک خرج نمیشه. همین که جای میره پول نداری مگر قرض بگیری. ما خود گرفتگی است مکبره. انسان به قرض نمیشه در حیات میشد که گفتی اون مطلب که میگه که 100 اسباب با یک اسباب زور میشد. همین خیلی مطلب بودن که میشد بعضی حالاتایی که انسان احتیاج داره یگون کاری ضرور داره موقتا انسان کار تا بود. چه خیلی که تمام بانک ها مثال هستن شرایط خوب خدی میگیرم البته پرابلم نیست یگون مشکلی نیست در مثلا. راستی که من یگون بر فایزشون انترسواد نکردم هنگامی ضرور بودنم گرفتم تا که مقصد کاری ضروری من بود. مقصد دیدی که مقصد کمتر شرط لزوم شد وزن کشید از بانک برای هم قرضگیری انسان ایده بعد بانک قرضم گیر میشه مشکل نیست اصلا. ارمیتا گراوند 17 ساله را که ضمن برخورد با پلیس اخلاق ایران از هوش رفته بود در آرامگاه بهشت زهرای تهران به خاک سپردند. مراسم دفن او تحت تدابیر شدید امنیتی و با حضور مقامات قدرتی و مردم زیاد برگزار شده است. بعضی رسانه‌های ایرانی از بازداشت چند نفر از جمله 2 تن از نزدیکان گراوند در این مراسم خبر دادند. رسانه‌های نزدیک به حکومت ایران 28 اکتبر پس از 1 ماه بیهوشی از مرگ ارمیتا گراوند ساکن تهران خبر دادند. گراوند به دلیل حجاب نادرست در مترو با پلیس اخلاق روبرو شده از هوش رفته بود. حامیان حقوق میگن حادثه روز 1 اکتبر رخ داد. گراوند همراه با 2 دوگانش میخواستند وارد مترو شوند. به نقل یکی از آنها پلیس اخلاق به ارمیتا حمله جسمانی کرد و در نتیجه او در داخل مترو از هوش رفته به زمین افتاد و از سرش ضرب خورد. تقریبا 1 سال قبل در ماه سپتامبر سال گذشته دختر دیگری ایرانی مهسا امینی به گمان بدحجابی از سوی پلیس اخلاق بازداشت و در بیمارستان ففتید. مرگ او باعث به اعتراض گسترده در ایران گردید. بخش 1 روز تاریخ را در تقدیم خرامان بقازاده تماشا کنید که مهمترین تحولات تاریخی در روز 3 اکتبر را فرا میگیرد. 3 اکتبر سال 1926 زادروز دانشمند شناخته تاجیک اکادمیک محمدجان شکوری است که در 85 سال عمرش در عرصه زبان و ادبیات و تاریخ تاجیکان تحقیقات پرارزشی انجام داده است. زیر رهبری او نخستین فرهنگ زبان تاجیکی چاپ شد و او از پیشواهای حرکت مقام دولتی گرفتن زبان تاجیکی در آغاز جنبش‌های ملی و خودآگاهی تاجیکان در آخرهای دهه 1980 بوده است. یکی از مؤلفان پیشنویس قانون زبان تاجیکی در سال 1989 است. 3 اکتبر هر سال چون روزی خاطره قربانیان سرکوب‌های دوران شوروی برگزار می شود. از سالهای 1920 تا 1950 میلیون ها شهروند اتحاد شوروی دشمن خلق اعلان شده در نتیجه زندانی کشته و به اردوگاه ها فرستاده شدند. در تاجیکستان تنها در سالهای 1937-38 زیاد از 15,000 نفر مورد سرکوب قرار گرفتند، ولی این آمار نهایی نیست و تا هنوز پژوهش مکمل این حادثه ها انجام نشده است.
30 اکتبر سال 2000 در تاجیکستان پل ملی سامانی به گردش برآمد. با قرار پرزیدنت واحد نوی پل ملی سامانی به افتخار اسماعیل سامانی بنیادگذار نخستین دولت تاجیکان نامگذاری شد. در روی هر پل کاغذی سیمای چهره‌های تاریخی خلق تاجیک و یادگاری‌های معماری تاجیکستان جای داده شده است. صبح امروز در بانک‌های تجارتی تاجیکستان 1000 روبل روسیه به 116 سومانی برابر است. 100 دلار آمریکایی باشد تا 1097 سومانی ارزش دارد. قرب رسمی بانک ملی تاجیکستان برای امروز چنین تعیین شده است. بینندگان عزیز، به پایان برنامه نویدی بامدادی رسیدیم. ممنون از همراهیتان.